و من گل‌های زنده اجازت نیست و من برای خودم خرسند کردم. برایم گل‌های جواسون بافتم. این گلها را سعادت 20 ساله در بیمارخانه در مسکو بافته است. 1 سال باز از سرطان خون تبابت می گیرد. سعادت هنر آموخته است و روزهایش را در بستر بیماری با بافندگی پشت سر می کند. بافتن رو در همین بیمارخانه یاد گرفتم. از هنگامی که بیمار بودم وقتهای بسیار خیلی بسیار داشتم. من مثلا که زیر مشتم گریه میکردم که راه افتاده میشتم. بعد همین در یوتیوب سالانه یوتیوب تمام ویدیوها تماشا کردم و من محبوب شدم و من هم ریشته همین مهره ها زکس کردم و با بافتن همینا مشغول شدم. دیدم که خیلی زیبا آمدن و هم به همین پیروی کردم. همه این رو من در همین دوام بیماریم در بیمارخانه یاد گرفتم. بستر بیماریش به دکان هنرمندی تبدیل یافته است. جوراب کودکانه، دستبند و گردنبند می بافد و می سازد. محصول کارش را در صحیفه‌اش در اینستاگرام می گذارد. در مسکو خریدار یافته است. بافتای ما را مثل مردمانی که مثلا در مسکو هستن فقط برای پایپاک هایی که برای کودکان هستن برای فرزندانشون میخرن، گلدسته ها برای یگان تبریکات برای یا که خود خرسند کردن میگیرن. باز من برای کلیدها هم ریلاکتر میکنم، آنها را به همچون نمونه تحفه برای یکدیگرشان تقدیم میکنند. پولی که به دست می آورد برای طبابتش صرف می کند. من وقتی که سر کردم بافتن و بفروختن سر کردم، من انالیز هایی که در خودم اسپردم به حضور پاشون رو میتونستم که خودم سپارم از اکایم نگم. خیلی با آنها هم کمک میشد. ما هر همین یک هفته با 7 بار انالیز میسپاریم هر روز. سعادت دانشجوی فاکولته مناسبت‌های بین المللی دانشگاه ملی تاجیکستان بود. حالا با سرطان مبارزه می‌برد. مبارزه‌ای که دشوار و دراز است ولی پیروزی هم دارد. مثلا تا راهی غلبه کردن خیلی راهی بسیار طی کردن در کار مبلغ‌های بسیار لازم است. سعادت ناامید نیست و آرزو دارد که روزی از شفاخانه بیرون می شود و به آرزوی اصلیش می رسد. آرزویم همین دیپلمات شدن است. آن را این خونده تمام کنم به انجام میرسونم. بعد میخوام که در تاجیکستان برای همین کسلی هایی که به مانند شخصانی که من کسلی هستن در تاجیکستان فاند کشایم و آنها کمک کنم